گام دو ماژور رو من میزنم، همراه با من میخونی، بعد یه دور تمرینی من نمیزنم شما میخونی. اوکی؟ خب سعی کن بدون پیانو بری. جاذبه یه دور با پیانو میری. بپری از اون نوتا. دو ره دو می دو فا دو، فقط یه دانگ بالا و یه دانگ پایین. ره دو می دو فا دو سی دو سول. خب سعی کن بدون پیانو بری. دو ره دو می دو فا دو سی دو لا دو سول. درس 4 رو شروع میکنی میخونی و قسمت های نفسگیری، این علامت رو نگاه کن، به اینا میگیم سزور، اینا علامت نفسگیریه، اینجا نفس میگیری.